از اینکه درسمون رو شروع بکنیم به این معمای جذاب میپردازیم. اینکه فرض کنید یه ربات بامزه داریم که توی هزارتوی بزرگ گیر افتاده. مقصد رو میدونه ها، اما نقشه کامل مسیرها رو نداره. فقط یه سنسور هوشمند داره که میگه تقریبا چقدر با هدف فاصله داره. حالا من این سوال مهم از شما دارم. اگر ربات هر بار مسیر کوتاه‌تر رو انتخاب کنه، فکر میکنید حتما به مقصد میرسه یا ممکنه وسط راه توی بنبست گیر بکنه؟ جواب این معما توی این جلسه پنهانه. امروز با هم میفهمیم که چطور میشه با کمک هیوریستیک و الگوریتم‌های هوشمند مثل گریدی و آهستار بهترین مسیر رو پیدا کرد و ربات گوگلیمون رو نجات بدیم. اگر آماده این بزن بریم، به خاطر اینکه قراره آخر ویدیو جواب معما رو بهت بگم. آمد میگم به جلسه 4 دوره مقدماتی هوش مصنوعی. توی جلسه قبل با الگوریتم‌های جستجوی کور مثل PFS و DFS آشنا شدیم. ولی خب یه مشکلی داشتیم. این الگوریتم‌ها بدون هیچ دانشی جلو میرفتن. امروز قراره با هم یاد بگیریم چطور میتونیم باهوش‌تر جستجو بکنیم با استفاده از یه ابزار فوق‌العاده به اسم هیوریستیک. پس اگه میخواین هزینه جستجو رو کاهش بدین و سریعتر به جواب برسین، این ویدیو رو از دست ندین. در واقع فرض کنید که میخواین توی شهر ناشناس بهترین مسیر تا یک رستوران رو پیدا بکنید. الگوریتم‌های جستجوی کور مثل PFS و DFS میان همه مسیرها رو تست میکنن، حتی اگه به وضوح اشتباه باشه. این یعنی اینکه زمان و منابع زیادی هدر میره. حالا راه حل چیه؟ ما میایم یه دانش اضافی به الگوریتممون میدیم، یعنی اطلاعاتی درباره اینکه چه مسیرهایی بهترین هستن. این اطلاعات رو به شکل یک تابع به اسم هیوریستیک تعریف میکنیم. خود هیوریستیک چیه؟ یک حدس هوشمندانه است که به ما میگه هر حالت چقدر به هدف نزدیکه. نه به ما جواب قطعی میده، نه 100% دقیقه، اما کمک میکنه بتونیم تصمیم‌های بهتر بگیریم. در ادامه به گریدی میرسیم. الگوریتم گریدی. این الگوریتم همیشه مسیر رو انتخاب میکنه که به نظر میاد به هدف نزدیک تره بر اساس هیوریستیک. ایده اصلیش چیه؟ انتخاب حالت با کمترین مقدار HN، یعنی فاصله تخمینی تا هدف، و اما اینکه سریع اما گاهی دچار فریب میشه، یعنی فریب میخوره. مثالش رو توجه بفرمایید. تصور کنید که میخواین از شهر تهران به شیراز برسید و فقط فاصله مستقیم هوایی هر شهر تا شیراز رو میدونید. گریدی همیشه به سمتی میره که این فاصله کمتره، اما شاید وسط راه توی ترافیک گیر بیفته. خب حالا در واقع راه حل چیه؟ میرسیم به قدرتمندترین الگوریتم که ستاره امروز ما الگوریتم آهستار هستش. این الگوریتم بهترین هر دنیا رو داره، یعنی هم مثل BFS همه مسیرها رو در نظر میگیره و هم مثل گریدی از هیوریستیک کمک میگیره. یه فرمول کلیدی داره: HN به علاوه GN مساوی FN. FN هزینه واقعی از شروع تا گره، HN حدس فاصله تا هدف و FN تخمینی از کل هزینه مسیره. مزیت آهستار چیه؟ این الگوریتم تضمین میکنه که بهترین مسیر رو پیدا میکنه برای ما و در عین حال سرعت جستجو رو به صورت چشمگیری افزایش میده. حالا اگر بخوایم یک مثال رو با هم بررسی بکنیم، مثال عملی پازل 8 هستش. شما باید یک سری کاشی ها رو جابجا بکنید تا به هدف برسید. بدون هیوریستیک الگوریتم باید 1000 تا حالت رو بیاد تست بکنه، اما اگر یه تابع هیوریستیک خوب مثل تعداد خانه های خارج از جای درست رو داشته باشیم، آهستار خیلی سریعتر جواب میده. در ادامه انتخاب هیوریستیک قلب عملکرد آهستاره، یعنی کارهای الگوریتم آهستار به شدت وابسته به انتخاب یک تابع هیوریستیک مناسبه. در واقع اون تابع هیوریستیک ما باید 2 تا ویژگی اصلی داشته باشه، یعنی اینکه قابل قبول باشه
یعنی هرگز فاصله واقعی تا هدف رو بیش از حد نباید تخمین بزنه. این ویژگی تضمین میکنه که آیستار همیشه برای ما کوتاه‌ترین مسیر رو پیدا کنه و اما سازگار باشه، یعنی هزینه حرکت از گره n به m به اضافه هیوریستیک m نباید کمتر از هیوریستیک این n باشه. این ویژگی تضمین میکنه که g n همیشه صعودیه. در واقع انتخاب هیوریستیک مناسب تعادلی بین دقت و سرعت ایجاد میکنه و تعداد گره‌های کمتری رو برای بررسی نیاز داره و همچنین سرعت رو افزایش میده. اگر بخوایم به صورت کلی در واقع الگوریتم آیستار و گریدی رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، آیستار میاد هم هزینه واقعی رو و هم تخمین آینده رو در نظر میگیره. بهینه و کامل چرا؟ چون میاد کوتاه‌ترین مسیر رو انتخاب میکنه و همواره به راه حل میرسه. اگر راه حل برای ما وجود داشته باشه، ممکنه به حافظه بیشتری نیاز داشته باشه اما کارایی اون بی‌نظیره. و اما گریدی تنها بر اساس تخمین فاصله تا هدف تصمیم میگیره، به سرعت به یه راه حل میرسه اما لزوماً بهترین راه حل نیست و عدم بهینگی داره. ممکنه در حلقه های بی نهایت گیر بکنه یا به مسیرهای بهینه نرسه. کاربرد جستجوی آگاهانه در دنیای واقعی، الگوریتم جستجوی آگاهانه به ویژه آیستار در بسیاری از حوزه‌های هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر کاربردهای حیاتی دارند، مثل GPS که میاد کوتاه‌ترین فاصله رو و مسیر رو بین دو نقطه با در نظر گرفتن ترافیک و شرایط جاده پیدا میکنه. هوش مصنوعی بازی‌ها مثل حل پازل‌ها در بازی‌های ویدیویی، کمک به ربات‌ها برای یافتن مسیرهای بدون برخورد در محیط‌های پیچیده و پیدا کردن کارآمدترین مسیرها برای ارسال بسته‌ها و یا خدمات. نکات کلیدی و چالش‌ها: اهمیت هیستوریک خوب، یعنی اینکه کیفیت هیستوریک مستقیم بر عملکرد آیستار تاثیر میذاره. ممکنه یک هیوریستیک ضعیف آیستار رو به جستجوی کور نزدیک بکنه. آیستار نیاز به نگهداری گره‌های بازدید شده نداره که خب میتونه در فضاهای بزرگ جستجو حافظه زیادی رو مصرف بکنه و همچنین در محیط‌های پویا که وضعیت گره‌ها تغییر میکنه مثل ترافیک‌های لحظه‌ای نیاز به راه حل‌های پیشرفته تر هستش. و با هوشمندی به سمت جلو قدم برمیداریم. امیدوارم که این جلسه دید جامع و جذابی رو از جستجوی آگاهانه به ویژه الگوریتم قدرتمند آیستار به شما داده باشه. این مفاهیم سنگ بنای بسیاری از سیستم‌های هوش مصنوعی هستند که ما هر روز با اونها سر و کار داریم. تمرین عملی برای یادگیری بهتر: سعی کنید که الگوریتم آیستار رو برای یک مسئله ساده مثل پازل 8 یا پیدا کردن مسیر در یک شبکه پیاده سازی بکنید و در واقع تاثیر هیوریستیک های گوناگون رو بر عملکرد آیستار بررسی بفرمایید و اون رو بیایید برای کاوش بیشتر با الگوریتم های پیشرفته تر مثل IDA استار و SMA استار در واقع آشنا بشید و اطلاعات بیشتری رو بتونید کسب بکنید. و در ادامه میخوام جواب معمای مسئله‌مون رو بهتون بگم. با توجه به اطلاعاتی که به دست آوردیم، اگر ربات ما بیاد الگوریتم گریدی رو انتخاب بکنه، ممکنه به یه بن‌بست برسه، یعنی مسیر رو پیدا کرده اما مسیر بهینه و درست ما نیست. ولی اگر بیاد از الگوریتم آیستار استفاده بکنه که هم فاصله تقریبی و هم هزینه واقعی رو بسنجه، خیلی سریعتر و بهینه‌تر به هدف دسترسی پیدا میکنه. و در نهایت امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه و در جلسه بعد میریم سراغ یک مبحث فوق‌العاده جذاب، بازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها که یاد می‌گیریم چطور هوش مصنوعی میتونه توی بازی‌ها برنده باشه. اگر از ویدیو خوشتون اومد، لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید و سوالاتتون رو توی کامنت‌ها بپرسید. و اضافه کنم که لینک دانلود PDF این جلسه در قسمت دیسکریپشن برای شما عزیزان قرار داده شده. مرسی که همراه من بودین و خدا نگهدار.